خب بسم الله الرحمن الرحیم. امروز با خیر بیم گپی گوتو. چی میخوانیم؟ گوتو. گوتو. توسط گوتو می توانیم که به یک ساحه مشخص بریم. به یک ساحه مشخص بریم. کنترل پلس جی شارتکتش است. کنترل پلس وادا جی شارتکتش است. جی F5 هم شارتکتش است. چی؟ F5. توسط گوتو می توانیم که به یک ساحه مشخص بریم. ببینید شاگردان، چند ورق داریم؟ یک. یکصد و دو ورق. کدام ورق هستیم؟ 99. 102 ورق داریم. ما در ورق چند هستیم؟ 99. اسکرین ما میده است که ریکاردم کم معلوم نمیشد. خیر جور کنیم. مثال کنترل پلس هوم در ورق اول آمدیم. اینجا یک کمند است به نام چی؟ گوتو. گوتو یا کنترل جی کدام ورق میری؟ ما ورق 20 میرم. انتر. صحیح. همراه 20 به جمع شود که 40 دیگه. 20 40 چند میشه؟ 60. کدام ورق من؟ میخوای منفی شود که 20 ورق. میخوای جمع شود یک 6 ورق. میخوای منفی شود یک 12 ورق. دیدی نه؟ اگر پایین می آمدی منفی کو، اگر بالا می رفتی مثبت. یعنی اینجا انتر میں پلس مائنس to move relative to current location. of example we will move forward. 12 متو کم میشه. فکر داره اگر مثبت بتی 12 آفرین زیاد شده میره. کار داریم میتو سکشن رفته میتونیم شاگردان. با چی رفته میتونیم؟ بخش معلومات به سکشن داشته باشه. حالا ما چند سکشن داریم؟ یک سکشن. اگر ما بیایم اینجا برش بگیم پیج لیاوت بریک سکشن بریک نکست پیج، سکشن 2 هستیم. در کدام سکشن هستیم؟ سکشن 2. اینجا میم insert next page دیگه سکشن. یعنی سکشن گرفتی. چی گرفتی؟ این سکشن به این خاطر خوبه شاگردا باز ما شما میخوانیم. اگر بخواه یک نفر بگویه که در 5 ورق یک قسم هیدر باشه، در 5 ورق دیگه مجبوری تو سکشن بگیری، بخش بگیری. یا واترمارک برات بگویه، یا برات بگویه که در اول 3 ورق باید الف ب ت جیم بی دیگه از یک بیت شروع شوه. یکی سکشن نگیری خواهی امپاسیبل است، یعنی امکان نداره. حالا ما 5 دانه سکشن داریم. چند دانه؟ 5 دانه. کنترل پلس جی سکشن 2 میرم. گوتو سکشن 2 پیج 38. خب مهم نیست که هرچه باشه. یعنی یک قبیلی است. یعنی سوال یک یارد بود ویلی بود. یک انجینر آمد این سکشن جور کنه، بخش کنه. اگر داکومنتی تو یک داکومنت هست نیست، تو میخوایی که در ساحه دلخواه و داکومنتتان بخش کنه. چی باید کنه؟
بخش کنه. بخش سر چی میشه؟ سر سکشن. ها سکشن. خب اینجا تنها به تو یاد بگیری که ما با سکشن رفته میتونیم. ما با سکشن رفته میتونیم. اینجا یه قدر یاد یک قسم یاد نگیری که ما سکشن چی است. سکشن خواندنش کجاست؟ در پیج لیاوت است. اینجا تنها رفته میتونیم. خب یعنی اینجا زیاد کامند است که ما کلی که برات بتم خو یک روز میگیره، چرا که اینجا تنها تو باید بگویی که ما رفته میتونیم. مثال لین نمبر 300 ما را ببر. اوکی میگی لین نمبر 300 ما کسر آمد یا نامد. حالا ما میبینیم کنترل پلاس ای دا اینجا میم لین نمبر میدم. چرا که خو هیچ وقت ما در روز اول در فاندامنتال براتون گفتم که کامپیوتر غلطی نمیکنه. باید بفهمین که کامپیوتر غلطی نمیکنه. باید با شما بفهمین که کامپیوتر غلطی نمیکنه. شاگردا بوکمارک شما نخواندین در اینزنت بس با بوکمارک رفته میتونیم. بوکمارک زی نشانی میکنیم باز میخوانیم. خب تنها باید شما بگویید که رفته میتونیم. اینجا دیگه گپ نیست که خوانده میتونیم. با کامنتس در اینزنت تاب میخوانیم، در ویو تاب میخوانیم، فوتنوت در رفرنس میخوانیم. با فوتنوت و این نوت که میری شما میتونی که با فیلد هم در کدام تاب، در اینزنت تاب، در اینجا میخوانیم فیلد. باز دیگه کامند است برای تیبل هم در اینزنت تاب اینجا میخوانیم. باز دیگه گرافیک اینجا میخوانیم. پیکچر چیزا که آوردی اکویشن در اینزرت تاب اینجا میخوانیم. کجا اینجا رفته میتونیم و ابجکت است در اینزرت تاب اینجا میخوانیم. اینجا خواندنش مانده. حالا مهم اینی نیست که سر شما را بپندانیم که اینجا اونجا، چرا که خو میخوانیم. یعنی شما باید بگوی که توسط گوتو میتوانیم که با یک ساحه مشخص بریم. پشت روانه مشکل خو نشته. کنټرول جیو په دې باندې خو پوښتل ریپلیس خو مې کار کړی. کنټرول ایچ ریپلیس شارټکټ و. کنټرول پلاس ایچ ریپلیس جایگزین میکنه. چی بوده کنه؟ مثال یک نفر برات میگه هر جای که لغت دیم باشه بر ما دیلیت کو. اینجا می دیم دیلیت کو خالی سپیس بده. ریپلیس یک ریپلیس میکنه. یک دیلیت میکنه نه. ریپلیس آل. سپیس که بده. یک زد و هشت. هیچ چیزی نده. چش. یک زد و هشتاد دانه دیلیت کرده. چقدر آسان کمان سپیس. ये कमांड है एक चेक करके मैं करता हूँ फाइल का बहुर पे कलान डिलीट को जो मुस्तकिल लोगा डिलीट को ये हर पेज में फॉर्म इन्ना में फॉर्म हालात से में फलाना लोगा डिलीट को नहीं फॉर्म नहीं रिप्लेस हमेश के में खासियत एक दफ्तर एक जे कार में कर दी एक लुगत दार डॉक्यूमेंट चतुर पे पालम 500 ورق के किताब चतुर बता रहे हैं कि एक लुगत अजीब कशिफ شما باید بی در ریپلیس نوشته کنی. اگر یک سوال برای ما آمده بود که نمیفهم کجا کدام ارگان کدام جای بود که چطور بتانیم 100 دانه نوت یا فوتنوت به یک دم دیلیت کنیم. ما اینجا آمدیم فوتنوت مارک گرفتم اینجا سپیس دادیم که مو ریپلیس کردیم کلی دیلیت شد. مثلا دیگر کامنتس باشه دیگر تب باشه هر چیز که میخواستی تا کامنتت بین ببری ریپلیس کسان کا پشان است. ریپلیس میکنم هم دیلیت. آفرین ریپلیس هم جایگزین میکنم و هم از بین میبرم. که چطور از بین میبرم؟ کار بر باش. یعنی ریپلیس کنترل پلاس ایچ شارکرشان است. این کامنت ها کلی که دفعه این خواندگی چی کار میکرد. خو اینجا شما باید بگی مثال اینجا لغت داریم به نام میچ یا یوار داریم. یوار ما اینجا میم هر جایی که بگم یوار بود با آور تبدیلش کو. ریپلیس بکنه نی. اگر بگیم ریپلیس حال 202 دانه جایی که یوار بود با آور تبدیل کنه. میشه که یک فونت مشخص کنی که یک قسم باشه به این فونت تغییر کو.
بولد ایتالیکش کو وی اندرلاینش کو پاراگرافش اینجا بیار اونو پس مشخص کو پایین برشی گفا بده. شما میتونید که ریپلیس کنین. توسط ریپلیس میتوانیم که هر لغت، جمله، نمبر، پاراگراف را جایگزین نماییم. هم دلیت نماییم. یک حرف به دیگه حرف، یک پاراگراف به دیگه. مثال هر جای که تعلیمات باشه باید به تحصیلات تبدیل شود. درست است؟ نو ریپلیس است. هر جای که چوکی باشه به میز تبدیل شود. در کامپیوتر باید شما کماند است به نام ریپلیس، کنترل پلاس H شارتکتشان است. وظیفه جایگزین کردن و دلیت کردن است. وظیفه چیست؟ جایگزین کردن و دلیت کردن. این کسی دوم تا خلاص نشه خدا. خلاص روزا ما خلاصش خیلی خیلی. چون مثلا بدون ریکارد دوام نسخه. یا تا نشد. مثلا سمسترش هست که مثلا ورد است تو باید داخله که خدا رو 4 باشه اون نمایت سمستر رو خلاص میکنم بایسی یا شده درس کل ورد خلاص میکنم نه مثلا زکی یک نیم ساعت درس میدم مارا یک تا دیگه بود پریش برای که با نیم ساعت پرکتیکال بود لیت داشت مارا میبود لیت دیگه شما تا لیت نبود نام ببخشید که چخجر میکنم خیر است چاران بازار خونه میکشن یک بازار شنزد بازار ما ریری کردم بود میکنی خب ریپلیس بود خب چی؟ ریپلیس بنا چی گزین بعد از ایش اگر کمند داریم select all توسط این کماند می توانیم که تمام محتویات را در داکومنت انتخاب کنیم. تمام محتویات چیزی که باشه در داکومنت تیبل باشه، عکس باشه، فهرست باشه، شیپ باشه، چیزی که باشه کلگی ما می توانیم که چی کنیم؟
اینجا میم select all تمامش در داکومنت انتخاب میشه. select all وظیفه چیست؟ تمام چیزا که در داکومنت بود انتخاب شده، یعنی هیچ چیز در داکومنت نماند. اگر دلیت میکنی دلیت کلی چیزا را پاک شده. دوام کمانड شاگردا select objects تنها اشکال انتخاب کرده می توانیم. اشکال رو چکسیم انتخاب کنیم. اگر این رقم ما میره که انتخاب میکنیم چکسیم انتخاب شده اشکال اینجا میم select object تو چیزا رو انتخاب میکنم. تنها اشکال تنها چی؟ اشکال هم میتونیم انتخاب کنیم. Home tab select all text with a similar formats. Select all text with a similar formats. سلکت میکنم انتخاب میکنم هم شکل څنګه هم شکل شي لکه څنګه هم شکل ها داسې څوک شته چې راشي د کمانډ کار وکړي فارمات شي او سلیکټ آل کنټرول شي یا کنټرول انتخاب کیږي کنټرول نمره چې تکړه ته ودرات نو دا خو مهمه ده. سړی به تکړه دلته به نه راځي، ته ډېر تکړهګان راځي خپله تکړه اینجا ما عنوان سریس یک عنوان گرفتم در مابین آوردیم سیزش کلان کردیم اندرلاین شکست باشه بام به یک دیزاین دادیم. ما میخوایم که این عنوان ما قسم باشه اینیم باشه اینیم در کتاب جات عنوان است یادان است یه هو وظیفه اینی کمانড است که ای کار میکنه. در کتابت پر از این عنوان است، میخواید کلی گمو این عنوانه که باشه انتخاب باشه اینجا می چه قسم انتخاب شد خلافش بید نمیکنم به چی خلاف میبینی؟ یا آفرین یا اینجا میم بولد سیز اینجا استارت میشم هر جا که این شکل عنوان بود برای من انتخاب کن نوشته که هم شکل بود برای من انتخاب کن هم شکل که باشه دا به داکومنت کې ډېر مهم کارونه دي یو رقم ټیکس غواړي چیسته کې دلته کې په یو فونټ باندې صاحب یو ډاکومنت کې هم دری دا هم انګلیسي ده دری فونټونه یو قسم جوړ کا کوم یو ځکه ولاړ کول دلته انګلیسي فهمیدین خب آخری کماندشان است در تابهم سلکشن پان توسط این کماند می توانیم که لیست اشکال را ببینیم. شکل این بر شما رو سوال جور نشده
لیست عنوان را دیدیم یا ندیدم؟ کجا دیدم لیست عنوان را؟ آفرین در فایند اینجا لیست عنوان را دیدم یا نه؟ که با کدام عنوان که هیدینگ داده بودی لیستش آمده بود یا در کتاب مهم بود یا نبود؟ که کتاب نوشته میکنم در کدام عنوان میری کار داری، کتاب خود نیست که من نوشته کده پرینت کده برو، مجبور است 20 دفعه 30 دفعه چک کنیم در لیستش بری فلان عنوان کی نداشته باشه شما بگید تو کمپوزینگ نمیفهمی. ورد خب این معنی که کسی ورد یاد نداشته باشه، کمپوزینگ یاد نداشته باشه، اون اداره کار نکنه، غیر قانونی است. کمپوزینگ خود قوانین داره. مثال ما برای شما ورد درس میدم، من برای کمپوزینگ درس میدم. یعنی مجبور است کمپوزینگ یک کورس جداست که بخونی. خودی ما با شاگرد که ورد درس میدم باید کمپوزینگ بفهمم. چرا ما جدا خواندیم؟ ما یک گرایجه درس میدم. یعنی در کتاب چی بسیار مهم است؟ لیست. اگر عکس‌ها داشته باشه، کامنت‌ها داشته باشه، اشکال داشته باشه، لیست وا مهم است یا نیست؟ چندان عکس داری، کجا استفاده کنی، چندان شیپ داری، چه قسمی لیست اشکال رو میگه. چی میگه؟ یعنی سلیکشن پوینت توسط این کمان میتوانیم که لیست اشکال را ببینیم. لیست است نیست. شوال هایدال از اونجا میشد که برنگ فارورد و سینگ بکورد هم کار کنیم. دید یعنی یک میتونین هاید کنی. اگر مزاحمت میکرد در وقت پروگرامینگ که میکنی، اگر هر کدام کماند مزاحمت میکرد شما میتوانین که باید چی باشه؟ نباشه. هر کدام که مزاحمت میکرد شما میتونین که برش بگین که باید چیزا نباشه. ای بود کدام تب؟ اشکال در جای که باشه برای خواب میکنه. آفرین تبی هم بود. یه سوال داشته مشکل باشه میتونی که برم کدام؟ فایند بزنیم نویشن. کدام؟ نویشن. فایند اینجا می فایند بخاطر اینی کمند می کدام؟ اینی که فایند میکنی، هر چیز فایند میکنی. اگر اینجا بی نویگیشن که خود کار داری دویوتا که بی خود نویگیشن اینجا نویگیت میکنه. کدام توی را گفتی که چطور بی؟ اینجا؟ اینجا که بی لیست اشکال دیده میتونیم. در هوم تاب که بی هاید میکنی، شو میکنی، گم میکنی. اینجا چی کار کرده میتونیم؟ دیده میتونیم. اشکال است در هوم تاب؟ یه ریکاست تاب میکنم دیگر کار شد.